امروز یکی از اون روزهایی بود که من در بدشانس‌ترین حالت ممکن بودم، اما یه بسته خیلی جذاب به دستم رسید که من اینطوری بودم که اوکی، ایراد نداره که روز بعدی بود، بریم یه ذره به خودمون برسیم و بریم با بچهای یوتیوب آنباکسش کنیم. خیلی هیجان زدم. سلام به بچه پرهای قشنگم، چطورین؟ وقتی صحبت بسته میشه منظورم اینه. اولین کتابی که تو این بسته هست پادشاه خشم بود. بچه طلایی ورقه هاش این شکلیه. خیلی خوشحالم. من اینو زبان اصلیش رو خوندم و عاشقانش خیلی جذابه. یه سکانسی داره که پسری که اسمش دانته است به دختره میگه چی میخوای؟ میخوای جلوی پات زانو بزنم؟ بهم بگو تا این کار رو انجام بدم. آره بزن. کتاب بعدی جلد دوم همین مجموعه است، پادشاه غرور، که اونم طلایی و ایناست. این داستان دوست اوشونه و من این کتاب رو نخوندم حقیقتش. آره. کتاب بعدی که فیزیکیش به دستم رسید ولی فایلی زودتر داشتم و بهتون معرفیش هم کردم، کتاب زردپوسته که من واسه داشتن این خیلی هیجان داشتم، چون یکی از بهترین نویسنده های حال حاضر این کتاب رو نوشته. خیلی مخملی و جذابه. همه کتابای نشر کتاب مجازی به جز مثلا یه سریاشون، البته اکثرشون، یه حالت مخملی دارن و این خیلی جذابه. یعنی قشنگ اینطوری که دست بکشی روش، حس خوب بده. بعد اینم برجسته است بچه‌ها، ببینید برجسته است. داشتم میگفتم این از یکی از بهترین نویسنده های حال حاضره که کتاباش، یعنی اون دوتا کتاب معروف ترش که پاپیوار یا جنگ تریاک و بابله، فانتزی هن و خیلی معروفه و این متفاوت ترین کتابشه نسبت به اون و خیلی نویسنده خوبیه. و این کتاب هم خیلی متفاوته، داستانیه که عمیقاً بهش فکر میکنین، همینطوریه که مغزتون رو سوراخ میکنه، کلی هرس میخورین باهاش، هم اینجوریه که واقعاً تا مدت ها بهش فکر میکنید. جلد جدید یه کتابی هم اومده، حدس میزنین چه کتابی؟ میدونم، آرون وارنر دوباره برگشته. وای بچه این جلد بزنین باز شود، دیده شود، بلکه پسندیده. من جلد جدیدش رو یکم دیگه الان واسهتون آنباکس میکنم بعد این یکی، ولی این جلد رو من قبلا داشتم، شعله ورم کن رو داشتم، نسخه سمپلش رو داشتم، الان نسخه اصلیش به دستم رسیده. در جلدای جدیدش آقا خیلی هیجان دارم واسهش. اینا رو دیدین؟ اینایی که هدیه میدادیم باهاش. نازیرا خانمی، کنجی اینجا، کنجی اونجا، کنجی همه جا. بچه این جلد 4 مجموعه خوردم کنه و من همیشه بهتون گفتم که خوردم کن 2 تا سگانه میشه، یعنی سگانه اول یه ذره عاشقانه تره ولی سگانه دوم ماجراها و داستانهاش بیشتر. اتفاقهای سگانه اول توی این جلد پلات تویست میخوره، مسیر کاملا عوض میشه طوری که قرار شد که بشید. چند تا شخصیت جدیدم داریم. نازیرا، نمیخوام اون یک شخصیت رو لو بدم و شخصیت های دیگر رو باید بخونیم. کتاب بعدی از اون کتاب هست که من وقتی فهمیدم داره میاد خیلی 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 هیجان زده شدم و نمیتونم صبر کنم تا بخونمش. یعنی در واقع میتونستم نسخه‌ای که ناشر برامون فرستاده بود برای معرفی رو بخونم، اما حقیقتا گذاشتم ادمین اون کتاب رو بخونه و معرفیشو انجام بده و ادمین آسمان خیلی سلیقه‌اش شبیه منه، برای همین هر چیزی که
اون بگه از نظر من تایید و اونقدی برای خوندن این مجموعه هیجان دارم که احتمالاً قراره براش ولاگ بگیرم اگر خدا یاری کنه. اون مجموعه چیزی نیست جز کویکسیلور. به آرزوم رسیدم. میخواستم این مجموعه رو فیزیکی داشته باشم و رسیدم. اینجا نقره‌ایه بچه، خیلی تو ویدیو مشخص نمیشه ولی اکریلای ریز خیلی خوشگلی داره. اینجا چیه؟ تازه بچه یادم فوتوکارتم ازشون دارم، دلتون آب. سارا تو یه حسودی. کتاب بعدی رو من داشتم، نسخه سمپلش رو داشتم، بعد به ناشر گفته بودم این کاورش رو واسه هم بفرستین که خوشگل باشه چون جلدش همونه، ولی کلش رو واسه هم فرستم. آنباکس شد، هم طلاکوبه هم نقره کوبه. خیلی خوشگل، واقعا یکی از خوشگل ترین کتابای ایران بدون شک همین کتابه. راستی بچه مامانم میگفت من شبیه این دخترم، نمیدونم واقعا شبیهش هستم یا نه، شما نظر بدید. البته الان یه ذره اینجا اونقدر خوب نیافتاده ولی یه عکس دیگه از این بود که یه ذره بیشتر شبیه هم بود. اونجا یه ذره اینطور بودم آره یک هم شبیه هم هست. و امپراتوری افلاک که جلد 2.5 مجموعه. کتاب بعدی که به دستم رسیده کتاب جنون مکزیکیه. یه آنباکسمون بشه. اصلا این پلاستیکو که میپیچن من کیف میکنم. این قرمزش یه قرمز خیلی خاصیه، دقیقا قرمز خونه و اگه داستان این کتابو بدونین میدونین که از بهترین انتخابا بوده. و کتاب تاریکی درون ما که جلد 2 سایه های میان ماه. من وقتی به دستم رسید حقیقتا شروع کردم به خوندنش و تا نصف کتاب پیش رفتم اگر مشخص باشه اینا. تا اینجا اگه بخوام نظرم رو راجبش بگم، من دوستش داشتم اما به عنوان یک عاشقانه دوستش داشتم. یعنی عاشقانهش اینطوری بودش که واقعا انمیز تو لابرز بود. یعنی اینطوری نبودش که شخصیت ها از همدیگه خوششون بیاد ولی کل کل کنن بعد بگن انمیز تو لابرز. نه، واقعا شخصیتاش تا پای کشتن هم پیش میرن و واقعا انمیز تو لابرز. تا نیمه کتاب که رسیدم یه ذره داریم نرمی ازشون میبینیم و I'm here for it. از نظر فانتزی بودن اونقدر فانتزی نیست ولی جالبه. من خیلی به عنوان یک عاشقانه پسندیدمش. خیلی خوبم با هم دیگه لاس میزنن. و آخرین کتاب مشعلی در برابر شبه که بالاخره نسخه فیزیکیش هم گرفتم. آبی نیمه شب، رنگش واقعا خیلی خوشگله. سلی. این از آنباکس امروز. چند تا از این کتابا رو که از قبل خونده بودم ولی بقیه اضافه شدن به لیست ناخونده های من. به این لیست ها که 200 خورده کتاب نخونده اینجا هست. بچه‌ها فکر نکنین این یک ردیف کتابه. این یک ردیفه، 3 ردیف پشت این کتاب هست و فکر کنم مثلا 400 خورده اینا کتاب دارم و دیگه جا ندارم از این حجم کتاب. فقط با کتابخونه جدید خریدن مشکل حل میشه. اینجا امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید. امیدوارم یه عالمه دیگه بازم کتاب بخرم تا با شما آنباکسش کنم. تا یه ویدیوی دیگه، بای بای. که جلد دوم چیه؟ حرف بزن، بگو. لایک دادی بهم؟ چرا بهم لایک دادی؟ خوب تعریف کردم؟
خوشت اومد؟ این بچه قشنگ من داداشمه و به هم لایک داد و بچه میشینه ویدیوهامو نگاه میکنه. فکر کنم بزرگترین طرفدارم داداشمه. بابا دهنت سرویس. نه تو صورت من نه که اون دستت. بیار پایین الان، بیار پایین کلا الان بیار پایین. بعد من گفتم